سلام و درود وطندارای گرامی، برای شما آینده سبز آرزومند هستم. طوری که از محتوای تلاش های ما در جریان هستید روی جنگلات کوهی و احیای علفچر تلاش میکنیم. امروز خواستم شما را با دانه یک علوفه مهم کوهی آشنا بسازم که او عبارت از پالی می باشد. پالی اینی رقم دانه داره، ببینید اینی رقم دانه چند پهلو داره. خدایش ایره که باز کردم دیگه، از بین پلاستیک کشیدم دیگه، کلی اتاق خوشبو کردن. پالی بسیار یک گیاه و نبات خوشبو و معطر است واقعیتش. حتی اینمی دانه‌های خشک، اینمی چوبکای ازی اتاق خوشبو کرده. من این مقدار از دیلی یک جری بسیار چقور از منطقه میانقل مربوطات مرکز دایکندی در دامن خود جمع‌آوری کردم، باز بعدا انتقال دادم آوردم دیگه. هرچی در ساحه دیدم اطراف از این نیافتم، به خاطری که بسیار امی خوشمزه است. ایر زیاد امی رمه ها میچره و حتی برای انسانی بسیار چی است، خوشمزه است و نری ازیره میکنن و پست میکنن و میخورن. باز از اما خاطر است که تکثیر ازی بسیار بکندی صورت میگیره، به خاطر از اما خوشبویی و خوشمزگیش هم رمه ها به علاقه داره، هم چوپانا و انسان هایی که در محل است ایره میکنن و میخورن دیگه. از یاد نبرید که در ساحه‌ای که پالی وجود دارد در کنار کمه و بدره و شی و راف و اینا دیگه، واقعا اگر ازی زیاد بشه در اون ساحه مال ازی بیچره و گوسفندا و بزایی که شیر میته قطعا شیرشان با کیفیت بسیار عالی و مرخم مسکه و دوغ و تمامش. خلاصه تمام گیاهای نباتی یک سایکل مهم غذایی برای مردم دهات و قریجات است، دست کم نگیریم. وطندارای عزیز، ما و شما زحمت و خواری زیاد را در کشورهای دیگه و خصوص در کشورهای همسایه تحمل میکنیم بر علاوه زحمت و تلاش هایی که اونجا انجام میدیم به خاطر پیشبرد زندگی. تحقیر و توهین و یگان زخمی زبان ها هم خامخا وجود داره. دعوت ما از شما است که بیاین به شکل عمومی و زحمت بکشیم واقعا برای کشور خود و در مسیرهایی که راه برای ما و شما باز است که زحمت بکشیم، تلاش بکنیم و منفعت عمومی ما و شما را تامین میکنن. از هیچ وقت خود دریغ نکنیم، تلاش کنیم علوفه های کوهی را احیا بسازیم، جنگلات کوهی را احیا بسازیم. واقعا از بین رفته، تضعیف شده. ما که امسال تلاش های خود در این مورد شروع کردیم مقدار ناوقت شده بود، ولیکن بسیار مفید تمام شد. ما آگاهی پیدا کردیم که در کجاها مثلا همی پالی وجود داره. این پالی در هر جای وجود نداره، در جای بسیار کم وجود داره و وطندارای ما از بامیان، از غور، از جای دیگه در تماس شدن از امی 7 ولایتی که ما فعلا رویش کار داریم، در تماس شدن مثلا آمار دادن که در فلان جای مثلا از این نبات کوهی یافت میشه. در بامیان دوستا احوال دادن، گفتن که در این ساحات مثلا در فلان مناطق پالی است. ما گفتیم خوب است، از این سال خوب وقتش تقریبا تیر شده، باز هم اگر شما تانستین جمع کنین و برای سال آینده ما ساحات مشخص کرده و این دانه ها را باید توسط مردم جمع‌آوری بکنیم. اگر مردم همکاری کردن که رایگان در اختیار ما قرار دادن، بسیار خوب، ما به نامشان نشر میکنیم و ما زحمت را کشیدن از او سپاسگزاری میکنیم از طرف شما و از طرف تیم ما. اگر احیانا در برابر قیمت هم در دسترس ما قرار دادن دیگه، ما او را جمع‌آوری میکنیم در جایی که از این نبات وجود نداره، او را توزیع میکنیم. شما ببینید وطندارای اینمی مقدار دانه از یک بوته پالی تهیه شده. او را هم که چون چوبکای از او خشک شده بود، ما که دست زدم شاید اندازه نیمی ازی ریختن
ولی باز هم ما را که جمع کردم بسیار یک جای لاخ و ترگو هم بود که جمع کردم، یعنی بسیار دانه شده واقعا. یعنی ما اگر در یک ساحه اینی میخواد دانه را احیا بسازیم، بعد از کل همسایه های مثلا امو خانواده امو منطقه از او استفاده کرده در ساعت خودی را خواهد کاشت. اما در بسیاری جای وجود نداره که تکثیر شوه، حتی مراقبت هم شوه کوها، چون نباتات که وجود نداشته باشه در اوجه جنگل نباشه، مراقبت هم که شوه تکثیر نمیشه. بنابراین ما کوشش می‌کنیم در هر منطقه از اینا توزیع شود تا که او آسان بعد از او اگر ما تلاش نکنیم مردم محل اینا بتانه او را تکثیر بکنه و در جای مختلف کشت بکنن. دیگه وطندارای محترم، دیگه از شما همیشه خواهان ازی هستم که این تلاش ها را یک فرهنگ دائمی بسازید. یک فرهنگ دائمی شود که شما به هر مسیری که مورین، هر جایی که دوست آشنا دارین، دیگه لازم نیست که حتما رضاکارایی از ما در زمینه اقدام کنه. خود شما تجسس کنین، در جستجوی ازی باشین که برای مثلا نباتات و لفهای علفچری چی دانایی تهیه میتونین از یک محل دیگه که در ساحه شما وجود نداره انتقال بدید، و مثلا از جنگلات کوهی در مناطق دیگه که شما دسترسی دارین و در منطقه خود ندارین چگونه او را تهیه و انتقال بدید. یعنی هدف ما است که نیاز و ضرورت بسیار بالا هست. اگر همه مردم یک تلاش مستمر و پایدار انجام ندیه، از توان و امکانات بسیار زیادی یعنی نمیتونه که این کاستی را رفع بسازه. حتی سازمان ملل، حتی بسیاری مؤسسات هم که دست به کار شوه و میلیون ها دلار هم مصرف بکنه، این همه کوه ها و دره های وسیع و قله ها را نمیتونه که مثلا جنگلات کوهی و لفه هایش را احیا بسازه. تا زمانی که ما مردم تلاش نکنیم و نکاریم و حفظ مراقبت نکنیم، این موضوعات نمیشه که از عهده مثلا یک چند نفر و ده ها نفر حل شود. بنابراین با یک تلاش همگانی علفه های کوهی و جنگلات کوهی را کوشش کنیم که احیا بسازیم و برای اقتصادی خود ما و شما مفید است. هر روز مهاجرت، در روز آوارگی و همچنان برک میگردیم با یک ولایات و دهات خشک و به حاصل مواجه میشیم. واقعا رنج عظیم است. بنابراین وطندارای محترم دست به دست هم داده در این مسیر ادامه بدهیم. تشکر. یک درخت یک زندگی و همچنان علفه های کوهی هم منابع مهم زندگی ما و شما هستند. برای شما آینده سبز آرزومند هستم. سلامت و موفق باشین. تشکر که همیشه وقتتان را در اختیار ما میگذارین.